حضرت عمر وقتی اراده حج میکنه یک پیغمبر نازنین میگه برادرم عمر وقتی حج رفتی دعا را فراموش نکرد در حق من دعا کرد. یک پیامبری با همین کم منزلت مقام و مرتبه یک صاحب مقام محمودی حضرت عمر دعا طلب میکنه رفتی در دعات ما را فراموش نکرد. حضرت عمر میگه وقتی این سخن ای حضرت شنیدم اگر دنیا را همه شقتی که میدادنم ما از این کلمه را دیده چیز دیگر مرا خرسند نمیکرد که حضرت از ما دعا طلب کرده. برای همین برادرای عزیز هیچگاه ما را سخت نرسد که یک نفری وقتی ما را در یک کاری درست دعوت میکنه با شب دیگر آمد. برادرای عزیز با دقت همه شما میرسونیم که اکای بختیار یا مهاجری تاجیک در نزد بازار صداباد آفیسی اجامه یعنی برای سلامتی یکی ما و شما کشودن و اگر شما میخواهید که طبابت گیرید و از بیماری ها رها یابید شما میتونید با انمی رقم های در زیر بوده زنگ زنید مراجعت کنید و یا اینکه با یوتیوب کانالی اکای بختیار ابونه شوید و هر ویدیویی که میتوانید از اون. شب دیگر بیامد باز لقمان بگفت ای خواجه طاعت کن به سبحان من نمیتونم تو را در این حالت دیده میخوام که در عبادت باشی. بعد رهبرش دید که بسیار لقمان دلسوزی داره بعد گفت بگفت رو ای غلام ایزید کریم است برای مستمندانش رحیم است. گفت لقمان انا این اللهی ده که مرا دلالت میکنی تو میدونی که او کریمه او کرم داره تو میدونی او رحیمه او رحم داره. برادرای عزیز میگه او کریمه او رحیمه تو چی قدر مقصد دوای کردی چی قدر بارا مقصد در تشویش مانده سای ما همین خیل الله داریم یک الله لک بخشه میبخشه. بگفت لقمان کریم است ولی قهار هم هست. بگو لقمان کریم است ولی قهار هم هست رحیم است از غضب جبار هم هست. امیدی رحمتش آرنده باشی ز قهرش هم مگر ترسنده باشی. گفت برادر عزیز گو حق نگوی الله ما نامش کریمه نامش رحیمه این گپی تو 100% درسته لیکن حضرت با نام دیگریش قهاره قهر میکنه. ببین نام دیگرش با جباره این غضبت میکنه در قهرش میگیرد اذیتت میته بسیار خارت میکنه. اینها هم گفت در او الله کریم و رحیم هست. اینو شد امید رحمتش آرنده باشی ز قهرش هم مگر ترسنده باشی. اگه با کریمی و با رحیمیش امید داری نه که ای قهاری و جباریش هم بترس. با قهار و جبار هم هست این خیلی نمیشود که یک الله بخشنده یعنی چیزی میکنی نمیکنی که الله میبخشد این گپی تو را من هم درست تصدیق ولی از این جانبش هم اندیشه کن. بعد گو زیرا ادگاه دنیا جای کیشت است عبادت قیمتی باقی بیشت است. گو بچه هم بدان گو برادر عزیز که دنیا زراعتگاه ما هر چنده که هر کاری که در اینجا برادرای عزیز انجام میتیم حاصلی را حتما در آخرت میگیریم. برای این دلالت بر این میکنم برادرای عزیز که در برابر دعوای بندگی باید در پهلوش عمل باشه به عمل نمیشه. در قریب 87 جای قرآن عمل صالح آمدگی در کجایی که یا ایها الذین آمنو آمد عمل صالح قطعی شد. وقتی الله میگه که ای کسانی که ایمانی بر من آوردید عمل صالح کنید
بین بر عمل برادر عزیز ما را حتما دعوت های. ما در حالی سوره قارعه را بیدیم الله مهربان میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه و اما من خفت موازینه فامه هاویه و ما ادراک ما هی نار حامیه. الله میگه وقتی که حالی شما برادرای اکثر دانید که روز قیامت ترازوی اعمال هست. چرا در همین دنیا ترازوها دو پله دارن؟ در روز قیامت هم دو پله دارن. در یک پلش نیکی ها ما میمونند، در یک پلش بدی ها ما میمونند. الله میگه هرگاهی که نیکی هات وزنین آمد فهو فی عیشت راضیه. بین الله مهربان میگه ما در جای تو جای میکنم که مقصد از تمام نعمت تو برخوردار میشه، از تمام راحت در داخل راحتی دیگه. در عوض چی؟ در عوض عملهای نیکی که تو انجام میدی. دیگه هرگاهی که ترازوی بدیهات، ترازوهای خصلت‌های رذیلت، هرگاهی که اینها وزنین آمد بعد میگه فامه هاویه، مادرت حاویه هست. یعنی ببینید یکی از طبقه های دوزخ نامش حاویه است. میگه اینجا برای چی کلمه آمد؟ آخه اینجا مادر میگن که میگه چهلی که مادر طفل در آغوش میگیره دوزخ هم دوزخی را در آغوش میگیره. در عوض چی برادرها؟ در عوض آنه که وقتی عملهای ما اگر عملهای صالح ما کمتر نظر بر اعمالهای مقصد بدمون هسته. حضرت ذوالجلال و الاکرام پرسد از شبهه و حلال و حرام، پرسد از ما چرا چنین کردی؟ این گناه کردی و آن کردی. تو که عبدی من که معبودم، امر و نهی که بر تو فرمودم، تو چرا برخلاف این کردی؟ نفع خود را چرا زیان کردی؟ حد خود را چرا ندانستی در محلی که می توانستی؟ غیر شرمندگی چی روی جواب، وای آندم به جان قطره آب. برادرای عزیز و گرامی حتما یک چیز در ذهنتون بگیرین که به عمل اگر چند عمل ما را جنت هم که نبرد، ما را رحمت الهی اگر جنت هم برد، لیکن ما به عمل برادرای عزیز به مقام و منزلت های می رسیم که نفرهایی که به نظر به ما عمل های کم کردن به اون مقام و منزلت ما نمی رسن. معنای قصه ای که حضرت برای ما گوشزد کردن، اشاره کردن که در حیات برادرای عزیز و گرامی پایبندی عمل باشیم. یعنی هیچگاه از اعمال هامون برادرها دور نباشیم. وقتی که مثال پایبند عمل شدیم اینجا در انشاءالله بعد دیلامون پر شود. دیلامون پر شود که خدا را شکر، زیرا که حدیث های پیامبر هم در این باب زیاد دارد. حتی میگد خیر الناس من طال عمر و حسن عمل. هر کسی را میبینین عمر دراز داره، دانید وای بهترینی بنداش خداست، لیکن به شرطی که بینه که عملش چیه. اگر عمل صالح زیاد داشته باشد، عمر دراز هم که اگر داشته باشد، شما را بگین خوش به حالت که سیاه بنده نیکبخت بوده. لیکن عمر اگر دراز رفتن بگیره برادرها، ولی کردار همون هیچ چیزی نباشد، جمع کردن نتونیم، عمل کردن نتونیم، اینجا در دیگر وای به حال ما و شما و وای به حالمون عمر ما و شما. بازم دادرمون با تمشا را تبریک میکنیم. شریک حضرت داملو بسیار مصلحت های خوب دادن. خدا کنه که دادر ما هم در عوض همین پیامبر گرامی میگوید تضریب ایمان الله، یعنی جوانمردی این نیست که ما با سر زنهامون دست برداریم. یعنی مردی که زن میزنه یا مردی که مثال در زن ظلم میکنه، برادر عزیز پیامبر ما گفت که اینها از مردهای از بگیم مردهای نیکی از نیک بگیم یا از بهترین امتهای من به شمار نمیروند.
ҳаргоҳе бибинӣ ки агар марде ки дар ҳаққи зан бародар зулм мекунад ё ҷабр мекунад ё мисол дастбардорӣ мекунад ё мезанад, пайғамбармон инҳоро беҳтарини аз уммат нахонад. барои ҳамин мо ба заданам бародарои азиз ҳеҷ ҷо ягон беҳбудию хайр ба даст намеояд. фақат маслиҳат додан дар кор, насиҳат кардан дар кор, падарҳову модарҳову наздикҳову ҳамакаса фақат маслиҳат битем ки ҳамин чиз мо қатъӣ мешавад ки бо ин бародаро зиндагимон ягон хайр беҳбудӣ биёвад. аллоҳ оқибати кори ҳамамона ба хайр кунад, имонҳомона бо саломат нигаҳ дорад, бозам туя дар хонадони бародари мо муборак бигардонад. аз пушти хурсандиҳо худованд бозам хурсандиҳоро барқарору бардавом нигаҳ дорад. Амин я раббал аламин.